یه بسته اومده از دیجیکالا، بریم ببینیم توش چیه. توش موزه ماما، موز. سلام دوستان، چطورید؟ من صبحانم و خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. آقا امروز اومدیم ارزون ترین موس و کیبورد گیمینگ RGB دار باندل که ارزون ترین موس و کیبورد دیجیکالا رو آنباکس کنیم، بررسی کنیم، تست کنیم، ببینیم چی جوریه. موس و کیبورد یوسی تک از برند یوسی تک هستش و قیمتش که الان اینجا میبینید 408,000 تومان هست. با هزینه ارسال و اینا یه چیزی اولوش 450 تومان واسه تون میفته دیگه. بریم آنباکسش کنیم. اینو میندازیم دور، اینم میندازیم دور و به جاش به 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 یه موس و کیبورد عالی. آقا ببخشید من چیزی نداشتم آنباکسش کنم. میریم برای باسیو واو. خب بستم اول این بر بیارم. خب کارتونش بره کنار. موس و کیبورد اول نشون بدم. یوسی تک LED کیبورد اند موس. این چراغ اینجوری LED RGB داره. بعد جام نوشته برای خاموششن کردن نور RGB دکمه‌های اسکرول لاک رو بفشارید. فکر کنم اینو میگه. خب میریم ببینیم موسش چجوریه. واو چقدر سبکه موس یوسی تک. آقا آنچنان کوالیتی خوبی نداره، ولی خب بچه قیمتش هم باید در نظر بگیریم دیگه. کلا این موس با این کیبورد و 12 ماه گارانتی هم داره. من اینجا دقت کردم اینا هاشش. این وریه 12 ماه ضمانت فلان اینا داره. نسبت به قیمتش کیفیت خوبی داره. حالا ما روشن میکنیم این نورهای RGBش هم ببینید. این صداش هم بشنوید. بذار بیارم تا میکروفون. این راست کلیکشه، این چپ کلیک. خب نه یه دکمه داره روش نوشته DPI. فکر کنم این DPI موسو که ما چپ و راست میکنیم تغییر میده. میریم سراغ کیبوردمون که من با یه دستی نمیتونم درش بیارم. ویدیو رو کات میذارم درش بیارم بعد نشون میدم. هیو وی آر. خب اینم بچه ها کیبوردشه. یه صداش خیلی کمه ولی دوستان کیبوردش واقعا کوالیتیش خوبه. احساس میکنم رنگ اینا میره، نمیدونم چرا. ببینی کم رنگ فارسیاش، ولی اینش ویندوز 7 دکمه هومش انگار قدیمیه. اینتر. دوستان کیبوردش نسبت به قیمتش کوالیتی خوبی داره. اون بالاش هم که میبینید پایه داره و اینا. بعد این دکمه‌های چپ راست بالا پایینش اینجوری عکس موشک داره. خوبه. اینم اسکرول لاکی که برای خاموش کردن RGBه. خب دوستان میریم ببینیم RGBش چجوری میشه. بریم. خب دوستان ما برق خاموش کردیم که RGB هاشو ببینید. یه نکته این که RGB های کیبورد ثابته، یعنی عوض نمیشه و همینه و شما هیچ قابلیت دیگه هم ندارین. اسکرول لاک رو که میزنید خاموش روشن میشه و دیگه اتفاقی نمیفته براش. یه ذرم نورش کم جونه. موس ولی نه، موس بالعکس RGB هاش خیلی پر نوره. هم اصلا تو ویدیو هم فکر کنم معلوم باشه خیلی پر نوره. بعد عوض میشه، میبینید که اینجوری رنگاش عوض میشه. این پشتم که میبینید RGBه. نسبت به قیمتش واقعا خوبه. میگم کیبورد کوالیتیش خیلی خوبه اما متاسفانه RGBش عوض نمیشه. ولی خب
این موس هم خوبه نسبت به میگم باندل و قیمت بودنش، ولی خب یه ذره سبک و حس چیپ بودن با آدم دست میده. بذارید من برق روشن کنم بهتر ببینیم. اینم با برق روشن میگم یه احساسی من میگه، احساسی حسی من میگه که اینا مثلا یه ذره کم رنگ میشن تو طولانی مدت، ولی خب میگم صداش خیلی خوبه. موسم میگم موس خیلی نورش خوبه، ولی خب یه ذره سبک و بیکیفیت، این پلاستیکش یه ذره بیکیفیته و این موسم میره کنار. این موسم هم واقعا موس خوبیه، میبینید که این موسم هم که میبینید اینا موس خوبیه واقعا، انگار کیفیت این از این بهتره. مارکش هم ونوسه. این خیلی قدیمیه، خیلی قدیمی که نه یو اس بیه، ولی خب زیاده. اینم کیبورد از حالم از این کیبورد به هم میخوره، حالم یعنی از این کیبورد به هم میخوره. خب ببینیم، خب میایم بیرون و خب دیگه دوستان امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. پیشنهاد میکنم بخرید، واقعا موس و کیبورد خوبیه. حالا توی طولانی مدت عمل کردش بهتون میگم، ولی میگم نسبت به قیمتش جفتش واسهتون 450 تومن در میاد. و یه برندایی مثل بیاند و فراسو و اینا فقط کیبوردش 500 تومنه یا مثلا موسش 300 تومنه. اینا دوتا با هم 450 تومن، واقعا عالیه. من این کیبورد خالی خریدم 200 تومن. این کیبورد خالیش 200 تومنه، اونم چیپ. چه کوالیتی چرتی داره واقعا. ایکس پی پروداکت هم چیزایی واقعا چرته، واقعا چرت. ولی خب این واقعا کوالیتیش نسبت به قیمتش خوبه. کوالیتی کیبورد از موسه بهتره، اینم بهتون بگم. توی این رنج قیمت پیشنهاد میکنم حتما بخرید و واقعا خوبه. از دیجی کالا من خیلی جا گشتم، این مدل رو حضوری مغازه ها نداشتن دوستان. این حس واقعا حال میده. ببینید صداشو بذار میکروفونو بیارم چه ببینید، این خیلی خوبه. آخ خیلی خوبه. خب دوستان گوشون بر، امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.